السلام علیکم دوستان عزیز، بیننده های عزیزی ما. امروز جامعه تبریکاتی شهنان باز یک لایحه نو را تبریکاتی آنلاین را آغاز کردیم و شما می توانید از سمرقند استوده یا از تمام روی دنیا استوده با ما با علاقه برای دو از اینجا ما آن مسافرانی که بیرون از وطن هستند تبریک میگوییم. حالا حاضر باشد امروز اولین تبریکاتی ما طریق آنلاین است. از سمرقند به امریکا سلام میرسونیم و البته زنگ میزنیم به صاحب جشن ما تایرک که امروز زادروز دارند و طول چندین سالها باز در مسافرت هستند. خلاص ما آغاز میکنیم. گوشک های موبیلی را باید بردارند. زنگ میزنیم و السلام علیکم. السلام علیکم. تایرک زادروز مبارک. روز تولد را میلاد امور را برایتان مبارکباد میگویم. با فکرم علاقه میشناسید مرا طریق شبکه اینترنتی. ما شما را از شهر سمرقند تبریک میگویم. با فکرم حال سیرو امروزه سورپرایز را برای شما آشکار نکردم. چی فکر میکنیم برنامه کی باشد تبریکاتی ما؟ البته از نام اهل عائلتان، شخصا از نام زلالایتی، از نام شاهرخ جان، جسمین بانو، از نام آبیدانه، بختیارکه، بهادرکه، از نام کلین پاشاها ما صحبت کردیم. قریب یک هفته باز همراهشان صحبت میکنیم. دوری دیدیم گفتن سر عزیزتان شاهرخ جان با یک چشمی پر از اشک برای ما رساند که پدر بهترین، قهرمان من، قهرمان زندگی من، تمام هستیشان بود و نبودشان برای ما فدا کرده در مسافرت برای ما فرزندان مهنت کرده ایستادند. اگر مدال و یگان جایزه بهترین باشد برای پدر من می ارزد. خدا کند که عمر دراز برایشان نصیب کند و حضور و حلاوت ما را دیده گردند. ما دوست می داریم، یاد کردیم شونه و همیشه در سر ما صحت سلامت گردند. برایشان رسانید که ای پدر، ای مایه فضل و کرم، وصف نامت تا به گردونها برم. کیست غیری تو اندر جهان می نهد دستی مروت بر سرم. ای پدر، ای شاه ستون خاندان، وصف نامت لایق صد داستان. خامه ام عاجز توصیفت بود، ای حلیم و ای بزرگ و مهربان. شما بزرگترین شخصیت هستید در قلب فرزندان. قهرمان، هیکلی که در قلب فرزندان گذاشتید هیکل قهرمانی است. من چندین سالها در امریکا بیرون از وطن از خویش و نزدیکان فقط مهنت میکنید برای فراوان زندگی کردن فرزندان. از نام اهل عائلتان، شخصا از نام خانواده البته آنا جان عزیز، آبیدانه، بختیارکه، بهادرکه شما را تبریک میگویم. گفتند که آنها باز یک پسر ما هستند. برایشان رسانید که با مولودی دلافروزت تو را تبریک میگویم. و جشن فیروزت تو را تبریک میگویم. با گلزاری حیات تو ز نو فصل بهار آمد. با استقبال نوروزت تو را تبریک میگویم. با نوری شام چون روزت تو را تبریک میگویم. ز خرسندی دلی پاکت کنون لبریز میگردد. با قلبی شادی اندازت تو را تبریک میگویم. تایرک زادروز مبارک باشد. دلتان با چی نیت های نغز و نیکتان باشد. خداوند عزیز و همون آرزوهاتان رساند. مسافری با میگردید، قدر مسافری را، عذاب مسافری را تنها مسافران میدانند. خداوند همیشه همراهتان باشد. دعا کنید فرزندان انسان‌های اصیل باشند و دمی پیری به عصای دستان لرزان شما باشند. همه مهنت‌های شما البته با امر تقدیر انشاءالله البته حضور و حلاوت فرزندان را می‌بینید. سلام گرم جوشان از سمرقند به امریکا به تمام خویش و تباران و نزدیکان سلام ما را رسانید. روزی خوش نصیبتان باشد. البته اشتهاهایتان در سر یک دسترخوان ما می‌دانیم که همه خویش و تبار نزدیکان جمع آمدید. بار دیگر زادروزتان مبارک باشد. به همه سلام رسانید. سلامت باشند. سلامت باشید. سلامت باشند. نصیب سلامت باشند. نصیب این شام بعد از چند ساعت ها من سیلکش میپسونم در شبکه یوتیوب باز دیده و دیده میرسیم. سلامت باشید. اشتها های تام. زادروزتان مبارک.
سال آینده نصیب باشد در سمرقند جشن گرفتن نصیب کند. سلامت باشد. صحتمند باشد. سلامت باشد. خداحافظ. خداحافظ. سلامت باشد. پدر خورشید، پدر مهتاب، پدر یک اختر نایا، پدر ساحل، پدر دریا، پدر چون